حضرت محمد پدرش کافر بود. این خدا را کفران میکنیم، بعضی حالت نمیشناسیمش، بعضی حالت آشکارا مقابلش کار میکنیم، باز برای ما پاسبان ها معین کردگی است. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. خدا میگه من برای هر کدام شما پاسبان ها موندم، 4 تا از این جانب، 2 تا از این جانب، 2 تا از پی دست. اینها ما را از زیان جن ها محافظت میکنن. جن گفتگی مخلوقی است که او خیلی زیان ضرر رسان است. ببینید کسانی که کسلی روحی مبتلا میشن، ببینید یک انسانی زیبا هستند در کوچه ها خواه میرن دیگر، یک انسانی خوشرو است در راه میغلطه، خوش دیگه نمیتون نظارت کن و یه جن مبتلا شدگار میگن. ان از همون زیان جن ها خداوند ما و شما رو محافظت میکنه به سبب همین پاسبان ها ما. اگرچه ما اونو نمیبینیم، ندیدن معنای نبودن نداره. بچه های خوشرو شاید گویه که کنی همون فرشته یا کنی همون ملائکه ها، آخه بسیار چیزی که در این عالم او رو دیده نمیشه و اما وجودش هست. مثلا من هر کدام شما عقل داره، عقل تا ندیده میتونه؟ کدام تا میگویه که من عقل ندارم؟ یا هر کدام ما و شما روح داریم در بدن من، سبب حیات ما است، او رو به چشم دیده میتونیم اما دیده نمیتونیم. این معنا نداره ندیدنی به چشم که او وجود نداشته باشد. بنابر خداوند ملائکه هاش برای ما پاسبان آفریده است. بعضی اونها کراما کاتبین و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 ملائکه پاسبانند برای ما، 2 ملائکه نویسندگان اعمال ما هستند که هر کاری که میکنیم اونها خلاصه اینها قوه های مسلح خداوند هستن. باران میبیارن، برف میبیارن، زمین جنبی ها رو میکنن، طوفان ها رو میبیارن. خلاصه هر چیزی که در این عالم میشود با دست این ملائکه های الهی میشود. بنابر ما باید به این ایمان داشته باشیم. فقط دانه که ملائکه ها را نه مرد گفته میشود نه زن، اونها از جنس مرد و زن نیستند. اونها احتیاجی به خوردن و آشامیدن ندارن، اونها احتیاجی به آیلی گرفتن و نفقه برآمدن ندارن. اونها همیشه در خدمت پروردگار هستند، اجرا کنندگان فرمان الهی هستند. اونها آنقدر قوه هم دارن که جبرئیل امین خداوند 500 قنات دادگی است که به یک قناتش کره زمین ما رو میتونه چپه کنه. رسول اکرم در حدیث صحیح بیان میکنه. بنابر ما باید به این ایمان داشته باشیم. خب روزی که چشم پوشیدیم، حضرت عزرائیل برای قبض روح آمد. خواه در کدام حالتی که قبض روح میشه، خواه در صدمه اتومبیلی است، خواهی که با زدن دیگرها هست، خواه دریا رفت، آن وقت ملائکه که به پرده است پیش چشم کشاده شد و میبینیم وجود ملائکه رو. او وقت با ایمان هم بیاریم دیگه فایده نمیکنه. بنابراین امروز ما باید ایمان بیاریم. ایمان امت اسلام ایمان به غیب است، یؤمنون بالغیب. ما هر چیزی که او رو نمیبینیم اما پیغمبر گفته است به او باور داریم، خدا بیان کرده در قرآن به او باور داریم. این ایمانی به غیب میگویم. بنابراین یکی از ایمانهایی که ما باید به او باور داشته باشیم این ایمان به وجود ملائکه ها هست. ملائکه ها لیکن به صورت بشر پیدا میشه. شاید من محفل ما ملائکه ها باشند به صورت انسان های زیبا، اونها پیدا میشوند در محفل ها. ایمان به ملائکه یک رکن اساسی ایمان است. بنابراین کسی گویه که من باور ندارم به این کافر است. او را نه نکاحش درست است، او را نه جنازش درست است، او را نه اگر بسم الله گفته ذبح کنه ذبحش حرام است، زیرا که یک رکن اساسی ایمان انکار کردو. بنابراین اینا رو خوب در یادتان گرفت. بازم میگم ندیدنی اونها معنای نبودنی اونها را ندارد. روز قیامت که شد همتان میخیده در پیشگاه خدا حاضر، آن روز با میبینیم ملائکه ها کیا هستند. سیوم رکن ایمان، ایمان آوردن به کتاب های الهی است. خداوند برای سعادت بشر کتاب فرستاد. از زمان حضرت 6 سر کرده به ادریس و به ابراهیم و به موسی و به عیسی و به داوود و به رسول اکرم
صلوات ربی کتابهای الهی ده همش ده ایمان آوردن، اینم فرضه. خواه تورات است، خواه انجیل است، بیبلیه میگن، خواه قرآن است، خواه صحیفه دیگر است، همش ده ما ایمان داریم کتاب خداوندی است. ما همش احترام میکنیم. اگر یکی از این کتابها را کسی انکار کنه ویم کافر است. وقتی که در قزاقستان بودیم، یک بای بچه قزاق، اونا از اسلام خیلی دورن، وقتی که رفتن ما را فهمیده خانه مهمان بودن، گفتم من هم باهایشان بینم آمد. ثانی وقتی چای خریده بعد سوال کرد باهایشان، گفت من حیران هستم که همین ملاهای ما گفت بعضی برادرای مسیحی را اروپایی را کافر میگن، اونا خیلی سخی هستن، من کمبغلا رو یاردن میکنن، جمعیت های خیریه رو یاردن میکنن، این و اینقدر میلیون یاردن میکنن، مسلمان ها کم چیخه و کافر میشن و یا اونا با پیغمبرشان ایمان دارن. ساده من برای به همین صحبت کردم که یعنی ایمان آوردنی به کتاب های الهی هم مشت فرضه. مثلا ما همه کتاب های خدا رو باور داریم. برادرای مسیحی یا برادرای یهودی اونها به همه کتاب های خدا باور ندارن. مثلا اونها تورات ایمان دارن، یهودی ها کتاب خودشان مقدس میدانن، اما انجیل و قرآن قبول ندارن. مسیحی ها باشد انجیل ده ایمان دارن، احترام میکنن، قرآن ده ایمان ندارن. از همین سبب اونا رو خدا قرآن ده چی کافر میگوید. اگر ما هم مسلمان ها انجیل انکار کنیم، گویم کتاب خدا نیست، کافر میشیم. ما هم مسلمان ها تورات اگر قبول نکنیم، کتاب خدا نیست، کافر میشیم. بنابر مسلمان باید همه کتاب های الهی را ایمان داشته. بنابر کسی از شما پرسه که به کتاب مسیحی ها ایمان داره، گوید که آره ایمان داریم که انجیل کتاب خداست، خداوند برای حضرت عیسی علیه السلام فرست. فقط همین قدر است که حکم اونها، عمل کردن به اونها تمام شدگی است. خداوند کتاب‌های آسمانیش به تدریج فرستاد برای جامعه بشری اصلاحش، هدایتش. از همه کتابی که آخرین کنستوسیه گویم می شود امروز زمان قدی، خدا فرستاد برای جامعه بشری، برای نیازهای انسانیت جواب گفتن، این قرآن است. این بعد از نزول قرآن انجیل هم احکامش بیکار شد، تورات هم بیکار شد، زبور هم بیکار شد، صحیفه هایی که پیشتر برای ادریس و شویا هم بیکار شدند. اما ما ایمان داریم، اونها رو احترام میکنیم، به اونها عمل کرده نمیشه. برای مثال مثلا میگم کنستوسی سالی که 70 و 80 بود، بعدی و کنستوسی نو قبول شد، به سبب قبول شدن کنستوسی نو او کنگی چی میشه؟ بیکار میشه، ارخیو میبرن میمونن، هیچ کس از او اداره ها استفاده نمیبرد. مانند همین است. قرآن هم آخرین کتاب است که خداونده که همون تورات و همون انجیل فرستاد، همین هم همون فرستاد. فقط این نیازهای جامعه بشری را از آیله داری سر کرده تا مملکت داری تا همشه خدا در وی برای ما جوابهاش داد. بنابر به همین عمل کردن ما را امر کرد. ما به قرآن عمل میکنیم، اما بیبل ده عمل نمیکنیم، تورات ده عمل نمیکنیم، اما ایمان داریم کتاب خداوندی، احترامشان میکنیم، به حرمتی نمیکنیم شان. اینه برای و من گفتم شما همون مسیحیایی که رفیق تان است، گفتم همون قزاقه، اونا پرسه که قرآن قبول دارن و گفت نه اونا قبول نمیکنن کتاب مسلمان. خوب قبول که نکنن برای همین خاطر همین کافر می. ما هم که کتاب ویار قبول نکنیم کافر میشیم. حالا کاری میکنن پادشاه مصر پیش ده محمد عبدهو در آمده بوده است، حیراتش میکنه پادشاه مصر مدراکی در پیش پادشاه هم پاپ یهودی ها شتیگ است و هم پاپ مسیحی ها، هر سشت. این کسان مدرا حیران میشه چیکار باشه، میشینه با پادشاه مصر حکومتی مصر راهبرش محمد عبدهو رو میگه امام، میگه من این رو نماینده یهودی ها، این نماینده مسیحی ها، شما نماینده مسلمان ها، من میخوام شما اثبات کنه که کدام شما بهشتی هستی، کدام شما جنت میره. خوبی محمد عبدهو امام میگه که خوب سرداری من یهودی ها کس قبل زنن، این دینشان دین پیشتر است، کتابشان کتاب پیشتر است، قدیمتر است گویا که اونا نمیگوین. اول میگن شما گوی.
خوب با این کسی میگه ما مسلمان ها گفته است عقیده من همین است، اگر یهودی ها بهشتی باشن ما مسلمان ها حتما بهشتیم، زیرا ما به پیغمبر اینا باور داریم، به کتاب اینها باور داریم، ما بهشتیم، ما البته همراه اینها بهشتی هستیم. اگر مسیحی ها بهشتی باشن بهشت روند، ما هم حتما بهشتی هستیم، زیرا ما به عیسی هم ایمان داریم، به بیبلش هم انجیل هم عیسی ایمان داریم. اگر ما مسلمان ها بهشتی باشیم ما انشاءالله بهشتی هستیم، بهشت از آن ماست. اینا هر دوش گفته اینا بهشت نمیدراین، زیرا که نه این به کتاب ما ایمان داره و پیغمبری ما، نه اینش ایمان داره، بهشت نمیداره. برای یک رکن ایمان عزیزان من، ایمان آوردن به همه کتاب هاست، اینا فراموش نکنید. خدا نگهتان داره همتون. خوب رکن دیگر ایمان، ایمان آوردن به پیغمبران الهی است. این رکن چهارم ایمان است. آمن تو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، ایمان آوردن به پیغمبران خدا. همه پیغمبرای خدا را شما دوست داره، خواه حضرت آدم است، خواه حضرت شیس است، خواه نوح است، خواه ادریس است. چقدر پیغمبر گذشته شمارش معلوم نیست، چقدر پیغمبر گذشته است از حضرت آدم از عصر اول تا امروز. رسول اکرم شمارش برای ما انیق نیست، اگرچه 124,000 است و از این 313 رسول است و بعضی روایت ها حدیث ها آمده است، اما این قول معتمد نیست، زیرا قرآن خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک. من پیغمبرای فرستادم که پیغمبر قصه او رو به تو من نگفتم، از او خبر نداری. بنابر همه آیه مبارکه پیغمبرها رو عددش معلوم. ما ایمان داریم به همه پیغمبرای خدا، خواه او پیغمبر مسیحی است حضرت عیسی، خواه او پیغمبر یهودی است حضرت موسی، یا او پیغمبر بودی هاست کدامش کی باشه، اگر پیغمبر باشه ما به همش ایمان داریم. اینم باید فراموش نکنید. اگر یکی از پیغمبرها رو شما انکار کنه، مثل که اونها نفرت دارن به پیغمبری ما. ببینید این سال اروپا چی کریکاتوره ها در حق رسول اکرم کردن، این آفتاب نازنین اسلام چی تحقیرها کردن، نبا کافرن. اگر ما هم پیغمبر اونها رو این تو به احترام کنیم، خواه عیسی رو خواه موسی رو، ما هم کافر میشیم. بنابر او به آدابیه که اونها میکنن در حق پیغمبرها، یا سخنی به آدابانه که در حق پیغمبر ما میگویند، شما مثل اونها جواب نگردانید در حق پیغمبرشان، زیرا پیغمبری و یا پیغمبری ماست. عزیزان من، بنابر اینو فراموش نکنید که ایمان آوردن به همه پیغمبران الهی که اونها برگزیدگان الهی هستند، اونها نماینده خداوند در روی زمین برای سعادت بشرند، برای نجات بشرند، برای راه نشاندهی آمدگیان. ما به همش ایمان داریم که اولشان حضرت نوح هست، آدم ثانی پیغمبر مرسل، آخرین پیغمبرها رسول اکرم آفتاب تابان رسالت صلوات ربی و سلامه علیه محمد ابن عبدالله. شما اینو فراموش نکنید، اینو باید هر مسلمان داند. دیگر رکن ایمان مختصر کرده میگه این ایمانی به زنده شدن بعد از مرگ است. روز قیامت آمدنی است. این دنیا با همه پیشروی هاش، با همه ترقیاتش، با همه فتح کائناتش، با همه این خانه های 100 قبطه و 500 قبطش روز فنا می شود، روزی از بین می رود. اینها در پیشگاه قدرت خدا ذره ایستادگی کرده نمیتونن. شما اگر تسونامی رو دیده باشه در تلویزیون‌ها، ببین خداوند که فرمان داد ایروپورت ها هم ششته برد و سمالیات ها هم ششته برد و یگان تش نتانستن پیش راش گیرن، حالا که یک ذره بود. طرفت العین جهان بر هم زند، کس نمی داند که آنجا دم زند. در 8 بش 9 بل زمین جنبی ها شهرها خراب می شوند. اگر 80 بل شود چی؟ همون خدایی که 8 بل جنباندن زمین در قدرت دارد، همون خدا 80 بل جنباندن هم قدرت دارد. چی می شود او وقت؟
انا روز قیامت میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان زلزله الساعه شیء عظیم. اون روز قیامت است، یعنی زنده شدن بعد از مرگ. اینم یک رکن پنجم ایمانه. کسی این کار کنه که این دنیا همین است، مردی نابود شده میری. حالا بعضی تاجیکای ما احمقا میگفتین چون گذشته زنده نمیشن و با ما زنده میشدیم. زنده شدن عمومی است. اگر اونا زنده میشدن تو هیچ محل دیگر نه کار دنیا میکردی، شب و روز در مسجد بودی. زنده شدن بعد میشود. این دنیا که همه تمام شد و سوری زنده شدن بعد اون وقت زنده میشویم. این دنیا جای عمل است. خداوند ما و شما را عقل داد، استعداد داد، تن صحت داد، شرایط زندگی رو در بیرون برامان مهیا کرد. کار میکنیم، خانه میکنیم، زندگی ما پیش میبریم. برای سعادت و هدایت ما پیغمبر فرستاد. پیغمبر از بین رفت. بعد از پیغمبر جای نشینای پیغمبر علماها وظیفه دار هستند. راه پیغمبر ادامتیان و نشانتیان. من الحمدلله ملا عاشور و دیگر ماها در این دنیا کار میکنیم، بندگی خدا میکنیم، در این دنیا پاکیزگی میکنیم، پگه پاداش در آخرت میگیریم. یعنی دنیا دار عمل است. دنیا در خداوند همه را آزادی مطلق دادگی است. ببینید هیچ کدام شما رو ما کلتک گرفته در سرتان نمیزنیم که نماز خونی. آزادی مطلق است. میفهمانیم تا خواه این راه راست، راه سعادت جنت، این راه بدبختی و زلالت و دوزخ. ما میفهمانیم کسی که در این دنیا به راه پیغمبر رفت، به راه سعادت و نجات رفت، به راه نشان دادنی علما رفت، خدا خواهند دنیا ده زندگیش هم خوب، پگه بعد از مرگ بستان سرای جنت در راحت دارد. کسی که در این دنیا پیروی از شیطان کرد و به گفت علما نرفت، از قفای شهوت رفت، از قفای شیطان رفت، او تا وقتی مرگش آزاد است. کسی او رو دسترش به کلتک نمیزند. اما همون روز که وفات کرد جان از بدنش برآمد، جزای اعمالش میبینه. آخرت جزای اعمال است، پاداش اعمال است. کارهایی کردگی در این دنیا ما پاداش در پیشگاه خدا میبینیم. خوب کرده باشیم، پاداشش جنت جاودانی است. جنتی که جوانیش پیری نداره، شادیش غم نداره، خرسندیش ماتم نداره، حیاتش مرگ. جنت این تو رنج کشی های شما نیست دیگر. جنت در سحر تا بگاهی مشقت کشیدن و گوش نموندن نیست. در جنت دیگر نه کار است و نه طهارت است و نه غسلی از جنابت است و نه نماز است. اونجا فقط راحت است. کمترین اهل جنت 2000 سالینه مسافه زمین ده پادشاهی دارد. بستان سراها، قصرهای زیبا، خانمهای زیبا. یا الله، احتیاجی به کار نیست که یزید از برای دوستانش به صالح با دیانت مؤمنانش به جنت قصرها کرده است و پیدا. از آن قصر است و 300 در هویدا. زهر در مصطفی را کس ببیند، بر روی تختی مسندها نشیند. یا الله، جنت ما صفات در صحبتاش زیادم کردگی هستیم. با انشاءالله معشور برای شما. خلاصه جای راحت اونجاست. اما کسانی که در این دنیا فقط نافرمانی خدا کردن، نمازاشان نخواندن، بچهای خوش رو بازم میگن نمازکاتو نخوانه، پگه پشیمان بشه، پشیمانی فایده تا نمیکنه. این دنیا شما قدر راحت نداره، اون قدر معیشت نداره که به این مغرور شده آخرتان از دست این نمازاتان خانه. امکانیت نشد جمع کرده خانه، امکانیت نشد خضایی کرده خانه، اما ترک نکنی، حرکت کنی نمازاتان در وقتش خانه. پاداش این فقط جنت است. اما اگر رفت نکرده، همین دنیا 2 روز غنیمت است. گویان معیشت، عرق نوشی، زنک بازی، نشمندی و گراین کشی، دزدی و فریبگری، به نمازی، پگه عذاب جانکاه دوزخ برای ما و شماست. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عمر خیام میگد گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت،
عزیز من میگه اگر فقط معیشت پرستی کنی، شهوت رانی کنی، از قفای شیطان روی، گپی علماها را نگیری، گپی خدا و پیغمبر را نگیری، گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که به نوا خواهی رفت. دستی خالی میری. در این تابوتی که سوار شده به قبرستان میبری، توشه باید برد. و تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. توشه آخرت پرهیزگاری و پاکیزگی است. دستی خالی، من همیشه شما دستی خالی بسیارت خانه ها تا رفتن شرم داره، به خاطر همین بسیارت نمیره. چگونه سفر آخرت پیشگاه خدا دستی خالی میره؟ توشه آخرت ایمان به خداست، 5 وقت نماز است، رمضان مبارک است، پاکیزگی و دوری از معصیت است. خیام اوی میگوید اگر فقط گپ شیطان و شهوت گرفتی، از من خبرت که به نوا خواهی رفت. بینگر چی کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. عزیز من یک بار چشت کشا خود کی هستی و از کجا آمدی، تو را کی آورد؟ عزیزان من شما را کی آورد؟ او 2 قطره آب کی انسان کرد؟ او 2 قطره آب کی در رحم مادر جان داد؟ او 2 قطره آب کی چشم زیبا و گوش شنوا داد؟ یک بار اندیشه کردی؟ بینگر چی کسی، تو خودت کی هستی؟ از کجا آمدی، تو را کی آورد؟ آخر بعد کجا میری؟ یا این بار اندیشش هم کن. هر شخص باید مسلمان همیشه این سوال خوشتیه که من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ کی من آورد؟ برای چی آمدم و کجا میرم؟ این سوال باید تیاد. کجا میری؟ ان همان روز قیامت هست، ان همان روز رستاخیز است. بنابر کوشش کنه بچه های خوش رو کارم کنه. بازم میگه این کاری که شما میکنه به خاطر نفقی خاندان تا این عبادت است. مکتب خانه دانشگاه ها رو تحصیل کنه، بچه ها تا هر مونه خانن، اما بندگی خدا رم کنه برای خاطر آخرت تان، برای خاطر آبادی آخرت تان. عاقل اینو میگن. عاقل کسی رو میگن که هم دنیاش آباد میکنه با خانه های زیبا کردن، با لباس خوشرو پوشیدن، با ماشین های زیبا سوار شدن، البته از وجه حلال باشند، که هم آخرت آباد میکنه برای سفری بعد از مرگش. این دنیا 40 سال و 50 ساله، همت ببینه رفیقاتان برده در خاک مونده ایستاده. هر کدام شما هم کرساتان و هم سینفاتان و هم سالاتان چندتش به قبرستان برده گسته. آخرش همش همین است. باید اونجا هم آباد کرد. آبادی او با طاعت و بندگی خدا میشه. انا 6م رکن ایمان عزیزم ایمان به تقدیر است. یعنی باید بنده مومن ایمان داشته باشد و القدر خیره و شره من الله. هرچی در این عالم میشود، هرچی در حیات شخصی ما، عائلوی ما، محلداری ما، جامعه داری ما شود، همش تقدیر نوشته خدا هست. به قضای الهی چیزی نمی شود. من شما هم در اینجا که مسافر هسته، قضای الهی تقدیر الهی نوشتش دیگه است. شما هم بعضیات کار میابه راحت داره، بعضی رنج بکشه کار نمیابه، این هم قضای